جهان طبق نظریه وحدت وجود یک وجود بیشتر نمیتونه باشه. با این نظریه در واقع دیگه کائنات و غیر خداوندی به حساب نمیاد، جز عرض کردم زیباترین مثالی که به ذهنم میرسه همون مثال یخ و آبه که جهان ما تجلی یخ از آب. یعنی در واقع نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. یخ هست ولی یخ نیست، همون آبه که یخ شده، به زودی برمیگرده به همون حالت اولیش. یا مثل تجلی موج بر روی آب. موج یه هویت مستقل اسمی و ذهنی داره اما هیچ چی نیست، چون همون دریاست. نسبت ما با هستی خداوند در نظریه وحدت وجود یعنی یکی در عالم وجود داره. دو تا قائل بشی شرک قائل شدی. پس اون که نمیتونه نباشه، ما باید نباشیم. درکش برای عقل محاسبه اندیش ما درک سختیه، چون ما با در واقع حواس و ادراکاتمون با فیزیک و با هندسه جوره و میگیم مگه ممکنه میز نباشه، مگه ممکنه